14 بهمن ماه ساعت 10 دقیقه به 6 8 دقیقه به 6 صبح. یه چیز عجیب تو آسمون. آره تو شرق کرمان. دیدی چی شد؟ نگاه کن. تو این نگاهش کن چی میشه؟ تو فیلم اونجوری میشه ولی اونجا ثابته. نگاه کن. یعنی چی؟ اونجا ثابته ما رضا. میبینی؟ آره پس تو فیلم اینجوری میشه. چیه؟ ببین وایساده هستن. آره نه یه ذره باز و بست میشه ستاره ایش. نگاه کن. این همین حالتی که اینجا عوض میشه اونجا به این ستاره باز و بست میشه، یا انگار میچرخه این ور اون ور میشه. جان خودم چیه؟ نمیدونم. نکنه بشقاب پرنده چیزیه؟ به جان خودم اینو فکر کنم بشقاب پرنده چیزیه. نگاه کن چی کار میکنه. نگاه کن. ثابت شد. یه جلوسه بینی. بذار دوربین نگاه کن. نه بدبختی کاش که دوربین رو آورده. محمود نگاه کن. یه حال یه گازیه. نگاه کن. چیه این؟ رضا زنگ بزن چیز نجوم نگاه. البته اونا خودشون رصد میکنن. ببین غیر از این هیچی تو آسمون نیست. ببین هیچ ستاره‌ای به جز این. چرا این بالا هست رضا؟ اون ستاره نیست که ببین نگاه کن. آقا چیز روشن. ببین یه دونه ستاره تو آسمون اینجاست. اینا نگاه کن. اینا بالا سرمون هست ولی اونور اصلا یه دونه چون داره آفتاب میاد بالا. ثابت وایساده. ببین دورش بیا. یعنی چی؟ الان چیزی اصلا دیدمش مشکوک بود. خدا که نگاه کن. این ببینی هر روز هست یا نه؟ باید از غلام بپرسیم. با هر روز چیه؟ یا هر از گاهی. به خدا اگه نگاه کن. بریم 10 دقیقه دیگه اینجا باشه.